مجلس ملی مجلس نمایندگان قید کردیم. یکی از ضرورت‌های پیش آمده قبول تغییر وارد کردن تغییرات الهه‌ها با سندهای معیاری حقوقی این از بین بردن بعضی خلافات‌ها با مانند با یک وکالتنامه اداره کردن یک چند نفر شهروندان، یعنی در دوام مناطق تجربه نشان می‌دهد با یک نقلیات بین شهروندان یک چند مراتبه خرید فروش کرده می شود، لیکن فقط در اساس وکالتنامه در اداره‌های نظارتی و با تنظیم درآورده می شود و از پرداخت بوج‌های دولتی پنهان میکنند. یکی از سبب‌های دیگرش این یعنی خیلی که به همگان معقول است. من مرکز اداره‌کنی شهر بخطر در شهر دوشنبه کارش عملی شده است و باعث سری وقت به شهروندان رساندن آن امرنامه‌ها، یعنی آن قاعده ویرانکنی که هنگام اداره کردن واسطه نقلیات در شهر دوشنبه مرکز به قید میگیرد، یعنی سری وقت رسانده نشدن این امرنامه‌ها. خب سبب دیگرش یعنی سری وقت با جلب اندازهای واسطه نقلیات جلب کردن همین رانندگان واسطه نقلیات میباشد. این بوج دولتی چقدر بود که اونها نمی‌سپردند؟ بوج دولتی برای هر یک واسطه نقلیات وابسته از سال برایش محرک و اندازه آن معین کرده می شود. وکالتنامه خیلی که ما پیشنهادات ما همین بود که نرخ وکالتنامه ها در اداره های نظارتی نیز با خرید فروش واسطه نقلیات برابر کرده شود. یعنی خیلی که قید کردیم خرید فروش یک واسطه نقلیات با حساب میانه و یک شهروند نزدیک 570 تا 600 سومونی را طلب می نماید. هنگامی به رسمیت درآوردن در نظارت دولتی هم نیز مبلغ تا 600 سومونی شد. یعنی 12 نشان دهنده برای حسابات ها، 15 نشان دهنده برای حسابات ها این 600 سومونی را تشکیل می‌دهد و اون شهروند اختیاردار است که نقلیات خود را طریق مغازه کمیسیونی به تنظیم درآورد یا که اداره نظارتی. تا امروز با چقدر مبلغ میتونن ماشینشون فروشند با طریق وکالتنامه؟ وکالتنامه 80 سومونی.